سلام به شما همراهان همیشگی انقلاب زنانه. شیرین شمس هستم و چند دقیقه میخوام در رابطه با مدلینگ های ایرانی صحبت کنم. موضوعی که بحث داغی در هفته های گذشته در قوه قضاییه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جامعه ایران و همچنین در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت بوده. راستش زنان در حالی تیتر اول اخبار و وقایع هستند که عملاً نزد قانون حق و حقوقی ندارند و همون قانون اعمال خشونت بر زنان رو رسمی کرده و در سطح جامعه توسط دستگاه‌های اجرایی اجرا میشه. زنانی که به هیچ وجه قابل کنترل و مهار کردن نیستن. در واقع اگر نگاه بکنیم نزدیک به 4 دهه هست که زنان در ایران، در واقع بهتر بگیم زندانی به وسعت ایران دارن زندگی میکنن، اما در مقابل قوانین زن ستیز و ضد زن سرخم نکردن و تسلیم نشدن، بلکه درس خوندن، کار کردن، عاشق شدن و روابط فردی و اجتماعیشون رو پیش بردن و حتی امروز مدلینگ های از آب در اومدن که لرزه به تن حکومت انداخته. وقتی صحبت از پروژه عنکبوتی و مجرمان خطرناک میشه، یک معنی و مفهوم داره، اینه که مدلینگ های ایرانی در کنار میلیون ها زن جوان ایرانی در واقع ارزش های اسلامی و سنتی رو به چالش کشیدند و زن در قالب اسلام و قوانین سنتی و عرف سنتی رو معنا و مفهومش رو از بین بردن و در مقابل 10 سال تلاش حکومت برای جا انداختن حجاب و عفاف و فرهنگ اسلامی، فرهنگ مدرن، مدرنیسم و آزادی پوشش رو تو زندگی خودشون جا انداختن. کاری که حکومت جمهوری اسلامی میکنه اینه که دست به دستگیری این افراد میزنه و در دادگاه‌های غیر استاندارد اسلامی، مرد سالار و خشونتبار افرادی مثل الهام عرب رو وادار به اعتراف کردن میکنه. این کار یعنی رعب و وحشت ایجاد کردن در سطح جامعه، کاری که تا به الان جواب نداده، از این به بعد هم نخواهد داد و همین عملکرد حکومت ریشه در نگرانی و هراسی داره که این ریشه از ناتوانی در کنترل و مهار زنان میاد. حکومتی که تا به الان با تمام دستگاه‌های تبلیغاتیش، با دستگاه قانونگذاری و اجراییش نتونسته زنان ایران رو مهار بکنه. بنابراین برای اینکه مطالبات زنان ایران رو حمایت بکنیم، جنبش نوین رهایی زنان در ایران رو تقویت بکنیم، همه جا و همه وقت اعلام کنید که آزادی پوشش حق مسلم ماست. همه جا و همه وقت اعلام بکنید که حریم خصوصی حق مسلم ماست. همه جا و همه وقت اعلام بکنید که مدرنیسم حق مسلم ماست. برای تحقق پیدا کردن مطالباتمون باید مبارزه بکنیم. به انقلاب زنانه بپیوندید و دوستانتون رو هم بپیوندانید.